کب خورده سید. یه لحظه وایسا یه چیزی بهت بگم. فکر کن این ویدیو همون ناتانیه است. میخوای ببینی ویدیوش، بره 200 ساب بگیره و به یه جایی برسه. من حسودی نمی کنم، ولی اینو ما پسرها همیشه میدونیم که هیچ وقت هیچ حمایتی از هیچ کس نشدیم، نه از رفیق، نه از خانواده، نمیدونم، نه از اجتماع، هیچ. یعنی یه پسر وقتی که بخواد یه کار شروع کنه، حمایت زیر صفر. یعنی من الان ویدیو گذاشتم، حمایت من زیر صفر، چون پسرم. خودتو داداش من بذار جای من، فکر کن که یه دونه ویدیو آپلود کردی داخل. خلاصه اینا رو میذاریم کنار. الان 7 صبح، من باید الان نیم ساعت دیگه سر کار باشم. 10 دقیقه دیر برم. صاحب کار میگه که دیر اومدی و نمیدونم سرت تو گوشیه، کارتو درست انجام نمیدی، این کارو نکردی، این کارو نکردی، اخراجت کنم، یکی دیگه رو بیارم، حقوقتو کم کنم. خلاصه هر سنگی که از آسمون میاد صاف میخوره تو سر ما پسر. این حرفایی که گفتم واقعا واسه ما پسرا عادیه. یه دونه ویدیو میذاریم داخل یوتیوب، یکی میاد نمیدونم هیت میده، یکی میاد میگه که نمیدونم نوی، یکی میاد مسخره میکنه، یکی میاد این کارو میکنه. یه لحظه داداش من، خودتو بذار جای من. فکر کنین به این کارا تو خدا وکیلی. یه پسر وقتی شروع میکنه، امیدش نه اصلا به رفیقشه، نه به خانواده، به شماست، به تویی که منو درکم کنی، به تویی که فکر کنی جای منی و ویدیو آپلود کردی. حالا ببین خودت یه دونه ویدیو دوست داری، یه دونه لایک دوست داری بخوری یا 100 تا. بعد میان میگین که یوتیوب فارسی نمیدونم مزخرف شده، دخترها میان داخلش نمیدونم هر کارهای نمیدونم فلان کار رو میکنن و اینا. حالا به زبون نمیارم که این راه انتخاب کرد. خودتون به دست خودتون یه دونه مزخرف رو میارین بالا. حالا من نمیخوام بگم که ناتانیه مزخرفه، من دارم میگم که داداش من، وقتی حمایت میکنی از یکی حمایت کن، اونم تو رو حمایت کنه. وقتی واسش کامنت میذاری، حداقل تنها کاری که بخواد برات بکنه یه دونه قلب بذاره کنار کامنت، نه اونی که میاد خودشو میگیره و واسش کامنت میذاری حتی نگاه کامنتت هم نمیکنه. مهم نیست، برو 1000 تا نمیدونم کامنت بذار، 1000 تا لایک کن واسش. ولی خلاصه به این حرفایی که گفتم فکر کنین. کلا 3 دقیقه بیشتر نیست، به اینا فکر کنین و در آخرم خودتونو بذارین جای من. وقتی یکی میخواد که پرچم کشورشو ببره بالا، یکی میخواد که شما رو حمایت کنه، حمایتش نمیکنه. یکی میخواد که حداقل اگه یه دونه ویدیوش 1000 تا ویو میخوره، 200 تا نفر رو خواسته باشه بخندونه. اون منن، اون امثال منن که واقعا اینو واسه شما میخوان و هیچ گونه حمایتی نمیشه.